انشاءالله یعنی گناه دارد چقدر عذابها دارد که امروز اکثری مردم ما و شما خداوند نماز نمیخوانند، از نماز دور هستند که نماز مهمترین عبادت. نماز انشاءالله نزد الله سبحانه و تعالی درجه و فایده کلام دارد. انشاءالله بس همه شما عزیزان خداوند میرسانیم و یک سرود زیبای نعت محمدی صلی الله علیه و سلم آغاز انشاءالله صحبت آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آه محمد، آه محمد، آه محمد، آه محمد، ای نوری هر دو عالم یا مصطفی محمد، ای صدر و بدری عالم یا مصطفی محمد، ای صدر و بدری عالم یا مصطفی محمد، ای نوری هر دو عالم یا مصطفی محمد. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دینی تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دینی تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. ای نوری هر دو عالم یا مصطفی محمد، ای نوری هر دو عالم یا مصطفی محمد. نامی تو گر نبودی ایمانی ما چی بودی، ارمانی شاه نبودی یا مصطفی محمد. نامی تو گر نبودی ایمانی ما چی بودی، ارمانی شاه نبودی یا مصطفی محمد. در مکه بود مقامت، بالای عرش نامت، حق میدی هست سلامت یا مصطفی محمد. در مکه بود مقامت، بالای عرش نامت، حق میدی هست سلامت یا مصطفی محمد. فردا همین محمد نزدیک دوزخ آید، دوزخ شود گریزان از هیبتی محمد. فردا همین محمد نزدیک دوزخ آید، دوزخ شود گریزان از هیبتی محمد. ای صدر و بدری عالم یا مصطفی محمد، ای نوری هر دو عالم یا مصطفی محمد. ای امتی آسیب جان را فدای او کن، فردا تو از شفاعت یا مصطفی محمد. ای امتی آسیب جان را فدای او کن، فردا تو از شفاعت
یا مصطفی محمد آه محمد آه محمد آه محمد آه محمد صلی الله علیه و سلم. البته انشاءالله خدا خواهد ما شما این پیغمبری بزرگوار، پیغمبری بشیر و نذیر و چراغی تابان باید دوست داریم انشاءالله خدا خواهد و حرمت و جا بیاریم انشاءالله خدا خواهد و پا این شریعتی این بگیریم انشاءالله این دنیا هم و دنیا هم انشاءالله خدا خواهد نجات میابیم. امروز در مورد نماز سخن بکنیم عزیزانی من. نماز معنا چی است؟ نماز یعنی چوب کج را در عذاب راست کردن نماز بگن. یعنی ما در وقتی به نمازی کج بدیم، هر کاری که طوری می آمد می کردیم، وقتی که نماز خوان بشیم الحمدلله خدا خواهد راهی خوب راهی طوری انشاءالله خدا خواهد امتحان بگیم. نماز ستون دین است عزیزانی من. همه خانه های ما شما با یک ستون قرار میگیرد. چون خانه برادر برید چندین ستون ها الحمدلله چکار میکنند این خانه را قرار میدارد. نماز هم ستون دین است عزیزانی من. نماز بیرق اسلام است. هر یک چیز به خودش یک بیرق علامت دارد. نه تنها مسلمان ها انشاءالله خدا خواهد بیرقش است این نماز است انشاءالله خدا خواهد. نماز برکات است در خاندان ما شما. گر کدام زن و شوهری که نماز میخوانند انشاءالله، فرزندکاش نماز میخواند، دختراش خدا خواهد آیلری نماز میخواند انشاءالله در او خاندان چی میبراید انشاءالله برکات میبراید. نماز برکات عمر ما و شما است. الله سبحانه و تعالی آدم های نماز خوانند عمراش خدا خواهد برکات میدهد. نماز انشاءالله چراغ گور است. اگر خدا خواهد ما شما میبریم برای خود چی میبریم باید که انشاءالله خدا خواهد چراغ بریم و یک ظلماتی تاریکی است که چراغ ندارد. اون چراغی به چی است؟ نماز ما شما میشود انشاءالله خدا خواهد. نماز خدا خواهد فقط در یعنی قیامت برای ما شما پاسپورت میشود. امروز خدا خواهد از این وطن برای دیگر وطن بردن ما شما چندین پاسپورت ها داریم. دو پاسپورت داریم. پاسپورت در تمام نشون میتی برمیگذاری. روز قیامت هم ما شما را خدا خواهد تمامی دارد پاسپورت میپرسد. همین نماز پاسپورت ما شما بشد حجت میشد. اگر یکان کس خدا خواهد یکان وکیلم داره من خوندگیم ما میپرسیم که دیپلم داری؟ اگر دیپلم داشته باشد حجت داشته باشد چیکار میکنن؟ و با کار قبولش میکنن روز از روز درجهش مرتبهش بالا میشد. انشاءالله روز قیامت هم در پیش الله سبحانه و تعالی درجه شما مرتبه شما به نماز انشاءالله خدا خواهد پرد میشد. عزیزان که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عز الدنیا بالمال و عز الاخرت بالعمل الصالح. این عزیزی دنیا هم به مال است. امروز ما داریم ماشین داری خدا خواهد خانه و داری زیبا داری بین مردم حرمت میکنن با بچه ها میگن عزیز هستی. روز قیامت هم عزیزی ما و شما به چی میشد است؟ الحمدلله به نماز میشد است. با عملهای خوب روزه زکات حج که تسلاخت عملهای خوب میکنی پیش الله انشاءالله سربلند هستی. نه تسله پیش الله قدمهای بلند که تیمزده بدهی. امروز اگر مبادا یک پرکراتور فیرادت کنه اگر یکان جنایت نداشته باشی نمیترسی. قدمهای بلند که نمیدی پیش میدید السلام علیکم برادر چی گپ است ما را فیراد کردی؟ ما چی گناه کردیم؟ چی خطا کردن میگی روز با آواز بلند گم میزنی. وقتی که اگر خطا داشته باشی چی گناه داشته باشی خدا خواهد بر آدم میاندازی رای گریز میکابی ادوکات میگیری و هاکذا. روز قیامت هم نزد الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد آدم نمازخوان عمل خوب کننده ها چکار میکنن به یک قدمی بلند به یک سری بلند نزد الله سبحانه و تعالی میرود. انشاءالله خدا خواهد نماز مهر دخترای جنت میشود.
ولی ما شما در دنیا اگر خداخواد نکاح میبندن داملاها بین بچه و دخترها مهر میمونن. یعنی یک پول خداخواد همون دختریش است. همون مهر خداخواد دادنش برای ما شما واجب است. همون مهر خداخواد میبندن روز قیامت همین نماز مهر دخترهای جنت بشود. و تو فعل خداخواد این دو رکعت در یک شبانه روز 1 ساعت تا آن عبادت کردن الله سبحانه و تعالی در جنت 70 دختر میتید. اون دخترهای هستن که انشاءالله خدا خواهد کمتر برای دخترهای نور شهری هست. میخواد دخترها هستن که از بالای لباسش تمام آقای خوردگیش از گلونش داشتنش میبینید، در اون روتش میبینید، حتی از لباسش بیرون ساکی مرد که خدا خواهد پاش نمایان بشه. همیشه دخترهای خوب که زیبا که در 1 ساعت 70 رنگ میزنن. ولی ما شما دختر خوبه در کوچه بینی خدا خواهد احمد ای داره میرم، احمد آرزو میکنه که الله کاش که همین دختری خوب زیبا زنی من باشم. اگر خواهی انشاءالله خدا خواهد روز قیامت بهترین این یک جزئی باید هست، این جزء. اگر یک دختری خدا خواهد انشاءالله شب معراج پیغمبر صلی الله علیه و جنت تماشا کردن، یک حورای جنت نگه دریچه شده یک خندید از دندانش روشنیش تمام جنت روشنی فرا بود. این برای شما است عزیزان من، کسانی که از الله میترسد انشاءالله خدا خواهد 5 وقت نماز میخوند خدا خواهد گناه نمیکند انشاءالله این دخترها منتظر شما هستند. فقط خدای تعالی چی دارد؟ بستان سرای دارد، جنت دارد. رمو جنت موافقی دنیا نخدا خواهد کشیدگی زحمت هایی که فرمانی خدا و فرمانی پیغمبرت انشاءالله خدا خواهد چیکار میکنین؟ فقط انشاءالله خدا مکافاتون سزاوار میشه. نماز خدا خواهد مکافاتش جنت انشاءالله خدا خواهد. فقط الله سبحانه و تعالی نماز خواننده الله هیده انشاءالله خدا خواهد جا دارد، یک باغ دارد. جنت گفتگی سیست همون جنت انشاءالله میتید. دیدین؟ نماز خوشنود آورنده رحمان است. آدم این نماز خوانه الله دوست میدارد. زیرا نماز میخواند باید دوستی خدا های. چونکه خداوند بنده نماز خوان اطاعت کننده شد، فرمان بردار شد، دوست میدارد. در این دنیا نمازش میکند. من اثر یک نماز گفت خدا سبحانه و تعالی خدا چهرت خوب میکنه. انسان های صالح نماز خوانده الله هیده یک نور پیدا کرده است. سیما و صالحین میگنید این نور است که خدا خواهد. این نور این هیچ چیز خاموش کرده نمیتوند. ولی میگیم فلان چی نور دارد، اگر چقدر نظارت کنید خدا خواهد با همونقدر تماشاش میکنیم. ما در این دنیا بها میتیم فلان چی میگد به نور است. همین زناگر زنک بازای خدا خواهد احمق و یا به نور بشن، نوراش نخدا میگیره چی مرد باشه چی زن باشه. اگر خواهی که الله خدا خواهد او خاکای خیتای اون خدا خواهد خاکای خدا خواهد یپان و دمشه میگیرن. زنت اگر نماز خون باشد الله سبحانه میخواد نور را پیداش میکند که از زیباگی شب و روز تماشاش میکند. خود مرد نماز خوان باشه میخواد خدا نور و زیباگی میتید که از نوری تو خدا خواهد هیچ کس سیر نمیشه. دائم خدا زیبا میکنه. ما برای زیباگی چندین لباس ها را انتخاب میکنیم. زنها برای زیبا شدن خدا خواهد این روز گیجا رفته سیاه سالانه رفته سادیم. خدا خواهد یک گیجاگی خدا خواهد مزا و پردا گیجاگی حرام سال شکل چه زیبا میکنن. اگر خواهی که زیبا شوی نماز خود انشاءالله خدا خواهد. نماز خوشنود آرنده الله است. الله شما راضی بشود، الله خرسند بشود. نماز غضب آورنده شیطان است. کسی که نماز هم میخونه شیطان خدا خواهد میسی پرواشیم سیما آب میشود. شیطان لعین ملعون مرجوت از انشاءالله خدا خواهد آدم نمازدار میگریزد. از آدمی به قریبی نمیکند. در خانه جنگ نمیشود، در آیله جنجال نمیشود، در خانه و در آیله همش چی میشود پرکار میشود. ما کار کنیم که شیطان در غضب بیاریم، ما کار کنیم که شیطان آزرچه نه الله آزرچه انشاءالله. این نماز خدا خواهد چنون خصلت‌های خوب دارد. نماز در همه خدا خواهد جمعیت ببینید آدم نماز خوانه همه دوست می‌دارد یا نمی
کجا یک مرکه میکنی شوی اگر همسرت که دیگه کمیل یک مرکه میکنه اول میگم فلان چی آرگو تا اینکه یک برای خدا میکنیم خدا قبولش کنه. اینه در همین دنیا ما جدا میکنیم، در همین دنیا بها دادستیم، در پیش الله صد فایز انشاءالله خدا که جدا میکنیم جدا میشیم. عبدالله ابن مسعود سوال کردن که ایو عملین کدام عمل در نزد خدا خوبتره بهتره؟ گفتن الصلاة لوقتها، یعنی نماز در وقتش خوندن گفتن نزد الله خدا خواهد بهتر و خوبتره. گفتن مثل که گفتن نماز در وقتش ادا میکنن الله سبحانه و تعالی دوست میدارد. دویم گفتن کدام کار است؟ بیر الوالدین، پدر و مادر خرسند کردنش گفتن در نزد الله خوبتر و بهتر انشاءالله چی است؟ انشاءالله خدا که چی است؟ یعنی ما شما پدر و مادر بدی خرسندی الله پدر و مادر خرسند کنیم انشاءالله خدا که پدر و مادر خدمت چکنیم انشاءالله در این دنیا دعای ویها هم گیرم انشاءالله مکافاتی به همچی هست انشاءالله جنت هست. و سیم چی گفتن؟ الجهاد فی سبیل الله. شما اینجا سنگیره؟ نوش بودم بستم بود نبود میشه آنجا من کسی یا خودش یا خانم خدمت که خزه او یا خود نه نه که دیگه لگاندو مشکل داره هر وقت دوادش میاد جمله